بردارش. این بیرق به درد نمیخوره. حال بیرق مقاومت است. بانوار داره. وردار خیر. افغانای عزیز، ویدیو را خود دیدین. بی نزاکتیش در مقابل یک جوان افغان، در مقابل بیرق ملی افغانستان و این نسل کثیف دنبورچی باز میگن که ما بیاین چرا همراه ما استاد نمیشین. اون نسل کثیف، اون نسل دنبوره، اون نسل بی سواد و از کوتاه شدگی، وقتی که تو می به افغانا توهین میکنی، به هویت مردم افغانستان توهین میکنی، به بیرق ملی افغانستان توهین میکنی، به افغانستان توهین میکنی، او افغان گو بخوره، با پشت خود گو بخوره، بیاین در مقابل شما، در کنار شما استاد شوه. و به افغانای خود ما پیام دارم که او افغانی که واقعا وطن خود، ملت خود دوست دارن، میاین امرای نسل کثیف دنبورچی امروز استاد میشن. تاریخ گواه هستند. از ابیبولای کلکانی چرک شروع تا احمد شاه مسعود در مقابل افغانها خیانت کردن، وطن تکه و پارچه کردن. امروز اینمی نسل کثیف دوباره میان افغانستان رو میخوان کثیف. زمانی که شما دست از این لچکی و لندغری و رهبر پرستی و مرده پرستی و زبان پرستی و بیرق پرستی نکشین، هیچ افغان در کنار شما استاد نمیشه. میگه زمستان میره، روی ساگی در زغال میمانه. باز میبینیم نظام تغییر میکنه، یک حکومت رسمی در افغانستان میایه. امیدوار هستم که باز اینمی ویدیوهایتان پاک نکنین. وقتی که حکومت رسمی در افغانستان آمد، در رویتان تف مندازیم. اونمو زمان از افغانستان باز بیرونتان میکنیم. ماجر بودین، ماجر هستین و ماجر میمانین شما لچکا و لندغرا. هم یک موضوع را خمایش نفهمیده. یعنی مبارزه احمد مسعود برای تمام اقوام است، ملی است، یا که برای یک قوم خاص است؟ به خاطر که ما میبینیم اصلا بیرق ملی وجود نداره، یا که هر کس به خود میدرنگانه. زمان سابق وارد سگ‌های نانی که به خاطر به دست آوردن پول مظاهره و تظاهرات را بهانه کرده، در هر دو خود را مگس میسازند، هم از مردا و هم از زنا. هموطنان عزیز، در دنیا صدها کشور با صدها قانون است. هیچ کسی مانع مظاهره و صدای کسی شده نمیتونه که در کجا با کدام بیرق به خاطر چی صدا بلند میکنی و شعار میدی. ببینین هموطنان عزیز، با ما و شما چی غرض است که کی در کجا مظاهره میکنه و چی صدا را بلند میکنه؟ این صداها به هیچ جایی نمیرسه. این صداها به هیچ نتیجه نمیرسه. اینا خود را افغان نمیگیرن. اینا بیرق سیاه و سرخ و سبز را قبول ندارن. اینا افغانستان را قبول ندارن. پس بگذار سگای ولگرد و اینا بجفن، اینا گلون پاره کنن، دانشان قف کنن، مثل خانم را که در ویدیو قبلی براتون معرفی کردم. فعلا در اتریش در یک شفاخانه 4 جایش عملیات شده، از بست چیغ زد، سر و زیر پاره کرده. بگذار که این صداها مثل سگهای ولگرد وره، مثل سگهای اجده سنبله وره، نمود سر صدا داره و نتیجه نداره. بگذارین اینا افغان نیستن، اینا نه نفش به ما میرسه نه ضررش. ما در افغانستان افغان بودیم، در خارج افغان بودیم، در هر گوشه دنیا افغان بودیم و افغان هستیم. اینا دیگه وطن از دستشان رفت، اینا بی وطن شدن. اینا رو بگذار که در کشورهای خود حداقل صدا بلند کنن. با ما و شما چی غرض؟ اگر اینا با واقعیت مرد هستن، اگر اینا با واقعیت مبارز هستن، یک دفعه بیان در داخل افغانستان بگوی که از کدام ولایت است، بگوی که از کجاست، سرنوشتشان بازن و بزرگ چینی ورس اگر در کجا روان میکنن. بگذارین سگای ولگرد ور اینا بر خود جف بزنن. مونمو کارهایی که کردیم خوب کردیم، نرواری کردیم، بازم میکنیم. میگن نه امروز یک نمونهش ما دیدم در یکی از لایف ها که با واقعیت بسیار اعصاب ما خراب شد. ما یک براتون میخوایم بگیم، مردیتان، کاکگیتان، جوانیتان او وقت کجا بود؟ یا زورتان او وقت کجا بود که از ولایتت گریختی آمدی در کابل؟ ما مردم کابل شما را برتان جای دادیم، او دادیم، نان دادیم، میمان نوازی کردیم برتان. صحیح از ما خوردین. در پانتون حق ولایت بر شما داده شد، در مکتبا میرقم، در جای کار میرقم. حق ما کابلی ها همیشه پایمال شد نه؟ اما ما بازم چوب بودیم. امیال ما شخصا چوب هستم با ای که میگم دومش کن. یک روز ما عکس احمد شاه مسعود بالا نکردم، داود اشنام توهین دیگه نکردم، یا از اشرف غنی را، یا از دیگه، یا از سلامونه احتراما. نو ورونو چې تاسو بیا کمنټ کوئ چې ته تعصب کوي. ته اوس یې ګورې داسې ویډیو ته څنګه سړی جواب ورنکړي؟ دوی نه کومې هیلې لري، کومې تمې ته لري؟ دا د انسانیت خلک دي. دې بې غیرتو ته خو موږ دومره وخت ورکړ چې دوی موږ په دغه سر کېنول، خو دا هغه بې ضمیره بې وجدانه خلک دي چې دوی نه ځان پېژني او نه تا پېژني او نه وطن پېژني.
نارینه او خلنډغریزم کوو اوس یې ښځې هم راووتلی په ښځو کې هم شرم حیا نسته دې ملاتړ مه کوئ والله که خاورستی وینئ والله که دم په درد خوري دا د خپل مور او پلار او د کور کلي د قبیلې په درد نه دي خوړل سوي تاسو په طرف به څه وخوري دا شرمېدلي بې ادرسه خلک دي بې ادرسه به یي ټول عمر به همدغسې ګرځي کله پارک کله همین پیرایه مرا معاف کنه دیگه نخواد که نوع مقامات ها بگیرم یا در مقامات بگم که من مقامات بگیرم و یا در مقامات دیگه اینمو قدر خواستیم این همیست که این همی سوی مرا این همی خطای مرا ببخشه که به خاطری که وضعیت بسیار اقتصادی خراب است چیزی ندارم خلاص اینمو قدر چیزی ندارم خلاص اینمو قدر